و شروع میکنه به ریزش کردن. این یکی از استراتژی های ریزش شارپی هست که ریزش مدل بعدیش رو هم توی ویدیوی بعدی بهتون میگم که همینا. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی و بی‌نظیر باشه. یه استراتژی خیلی خفن میخوام بهتون آموزش بدم که وین ریت بالایی داره، یعنی یکی از استراتژیایی که خودم خیلی استفادهش میکنم. ببینید دقیقاً این مقابل افرادیه که اشتباه زیادی میکنن زمانی که چارت یهو میریزه. زمانی که میریزه خیلیا میان همون لحظه یا شورت میگیرن که ادامه ریزشو بگیرن، خیلیا میان همون لحظه لانگ میگیرن، میگن خب ریخته از همینجا دیگه 100% میره بالا. اما نه، وقتایی مثل الان که میبینید اینجوری چارت شارپی ریخته پایین، یعنی یک حجم عظیمی از بازار اومده ریزش کرده، شما اینجا فقط باید صبر کنید ببینید که این چارت میخواد چه کار بکنه. خب اولین نکته‌ای که باید دقت بکنید، باید ببینید رفتار خریداران و فروشنده به چه صورته. یعنی آیا خریداران قوی ترن یا فروشنده ها. ببینید این نکاتی که میگم خیلی مهمه. یک، زمانی که میبینید چارت داره به صورت این شکلی به سمت بالا و فشرده شدنه، یعنی اگر دقت بکنید، اینو من رنگش کنم، ببینید الان داره، میبینید چارت به سمت بالاه، یعنی فشرده داره میشه به سمت بالا. این حجم رو میبینید، حجم زیاده، کم میشه کم میشه کم میشه میاد تا اینجا، یعنی یک فشردگی قیمت به سمت بالاست. این خیلی مهمه، هم داره فشرده میشه هم به صورت بالاست بعد از این ریزش شارپی. این نشانه چیه؟ بخوایم مفهومی صحبت بکنیم، این نشانه اینی که خریداران دارن زورشون رو میزنن، فروشندگان نمیذارن. خریدارا زورشون رو میزنن، فروشندگان نمیذارن. بعد خریدارا هی میان هر چقدر زور میزنن که ببرن بالا، فروشندا باز میان میفروشن تا یه جا دیگه بی تصمیم به وجود میاد، یعنی خریداران اینجا شکست میخورن که دیگه میگن آقا ما نمیخریم دیگه، اوکی ما هر چقدر میخوایم بخریم بره بالا، فروشندا اجازه نمیدن. اوردرهایی که این بالا وجود داره بیشتره برای فروش و فعال میشه. خب زمانی که این فشردگی به اوج خودش رسید و کندلای برگشتی رو دیدیم، خیلی دیگه دارن کوچیک میشن، شادوها به سمت بالا و نشان دهنده برگشت بازاره. اینجا شما میتونید معامله بگیرید و حالا بذارید ببینیم. من الان ریپلی چارت رو روشن کردم که بهتون نشون بدم بعدش چه اتفاقی میفته. ببینید اینجا فشردگی هست و شروع میکنه به ریزش کردن. این یکی از استراتژی های ریزش شارپی هست که ریزش مدل بعدیش رو هم توی ویدیوی بعدی بهتون میگم که همینا دوباره یک شکل دیگری ایجاد میکنن و بازار به سمت بالا میره و یک شکل دیگه هم وجود داره که اینا اتفاقی که به عمل میاره اونجا نباید اصلا معامله باز بکنیم. پس توی این قسمت، توی این استراتژی یاد گرفتیم که فشردگی قیمت اتفاق بیفته و به سمت بالا بره. این نشانه ادامه ریزشه و مفهومش هم بهتون گفتم که تعداد اوردرهایی که این بالا هست خیلی قوی ترن، یعنی فروشنده های قوی تری وجود دارن و بعدش بازار دوباره ریزش میکنه. توی اسپات هم همینه ها، یعنی خیلی وقتا شما بازار ریزش کرده میخواین که خروج بزنین، یعنی ضرر رو قبول کردین و میخواین خروج بزنین. وقتی که این اتفاق میفته اینجا توی این نقطه بهترین جا، حتی اینجاها بهترین نقطه برای خروج از معامله اسپات هست. توی فیوچرز هم که توضیح دادم. حالا من سعی میکنم توی درس های مختلفی که دارم میدم تاییدیه های بیشتری بهتون آموزش بدم. از RSI خیلی قرار استفاده خواهیم کرد چون بحث حباب قیمتی رو RSI بهمون نشون میده و هر چقدر که جلوتر بریم من تاییدیه های بیشتر بهتون آموزش میدم که معاملات خیلی بهتر داشته باشید. حتما فالو کنید صفحه من رو
سابسکرایب کنید صفحه من رو، چون توی جلسات بعد میخوام استراتژی‌های خیلی خفن‌تری مثل معامله توی زمان بهتون آموزش بدم که اون یکی از استراتژی‌های بسیار بسیار جذاب برای منه.